میخوام اسم این قسمت رو بذارم زندگی من عجیبه قسمت 3. آقا همینطور که میدونید من از یه شهر کوچیک اومدم، جنوب استان فارس، یه شهرستان خیلی کوچولوی گراش به دنیا آمدم. اونجا ذهن‌ها خیلی بسته است، چارچوبا خیلی بسته است و عرف جامعه اینه که تو باید اونجا چادر بپوشی. یعنی هیچکی ازت نمیپرسه چی دوست داری بپوشی، تو باید چادر بپوشی و غیر این بپوشی از طرف خانواده کوبیده بشی. یکی از فشارهایی که ما داشتیم اینه که ما با چادر رفتیم دانشگاه. دوباره رشته ما یه چیز احمقانه بود به نام معماری که روزی 2-3 هزار تا چیز و وسایل سنگین باید با خودت میآوردی. یه سری ساک بزرگ داشتیم که باید میبردیم. کارامون یه سری ماکت دستمون بود. من این وسط باید چادرمو نگه می‌داشتم. همه اینا به کنار که خیلی سخت بود. فحش‌هایی که من می‌خوردم زمانی که چادر سرم بود توی شیراز باور نشه تا حالا نشنیدم. ترم 4 بود، من یه عالمه وسیله دستم بود، داشتم میرفتم دانشگاه با چادر. یکی از وسیله‌ام ماکت گنده بود، رفت زیر ماشین، باد خورد، تاق افتاد، ماشین از روش رد شد و همجوری داشتم کنار ورودی دانشگاه میرفتم داخل. یه ایسوزو وایستاده بود، اومدم کنار که ماشین بهم نزنه، چادرم رفت پشت سپر ایسوزو، رد شده، غورچ چادر از وسط نصف شد و اونجا من مجبور شدم چادرم رو گوله کنم بکنم توی کیفم بتونم برم دانشگاه کارمو تحویل بدم. حالا به استاد چه توضیح بدم؟ ببین از اونجا تصمیم گرفتم خب دیگه چادر نپوشم، به خاطر اینکه من دوست داشتم برم کافه، من دوست داشتم برم کوه، من دوست داشتم برم دریا. ببین جایی که مثلا کوه تو نمیتونی با چادر بری کوه، میافتی از بالا سقوط میکنی میمیری، نمیتونی کار دیگه‌اش بکنی. به نظرتون چی شد؟ 2 نمره معدلم رفت بالا. همه استادا با هم خوب شدن، همه بچه‌ها با هم خوب شدن، کلی دوست پیدا کردم، کلی مسافرت رفتم باشون، کلی جاهای خوب رفتیم، کلی خاطرات خوب داریم. چیزی که خیلی خوب بود برای من این بود که این انتخاب من بود. من وقتی اونجا به دنیا اومدم توی اون شهر به من نگفتن تو میتونی انتخاب کنی، گفتن تو باید این کارو بکنی. ولی من یه چیز ساده خیلی کوچیک که همه براشون عادیه رو انتخاب کردم و عادی زندگی کردم و تو رویم واقعا تاثیر گذاشت و واقعا حالم خیلی خوب شد و از اونجا فهمیدم اوه من چقدر توانایی دارم و شما هم باید بفهمین که چقدر توانایی دارین. این اشتباهی که من کردم رو نکنین.